سلام، خیلی خوش اومدید به کانال پایتون در 8 دقیقه. در این کانال مجموعه فیلم ها میخوایم به همراه همدیگه شروع کنیم به یادگیری مفاهیم پایتون از مقدماتی تا پیشرفته با آموزش های کوتاه، فقط در 8 دقیقه. اما همواره باید خاطرمون باشه برای متخصص شدن و کسب تجربه خیلی از این 8 دقیقه ها نیاز هست. در آموزش قبل نحوه دانلود، نصب و اجرای برنامه پایتون و وی اس کد رو یاد گرفتیم و یک برنامه تست نوشتیم که میتونید آموزشش رو در کانالمون پیدا کنید. در این جلسه میخوایم به تابع پرینت بیشتر بپردازیم و با انواع متغیرهایی که در پایتون وجود داره آشنا بشیم. برای شروع یک فایل جدید میسازیم و اسمش رو میتونیم بذاریم print variable و با پسوند .py تمامش میکنیم. خب بیایید با تعریف وریبل ها شروع بکنیم. وریبل ها در واقع مخازنی هستند که ما اطلاعات خودمون رو داخل اونها میریزیم. اطلاعاتی از قبیل مبلغ خرید، نام، آدرس، معدل، شماره شناسایی و هزاران نوع مختلف دیگری از اطلاعات که وجود دارند. اما نکته مهم اینه که هر کدام از این اطلاعات نوع متفاوتی دارند. به عنوان مثال یک آدرس از حرف تشکیل شده و مبلغ خرید از یک عدد صحیح تشکیل شده و معدل ما از یک عدد اعشاری که هر کدام از اینها جداگانه داخل پایتون شناسایی میشن. در خیلی از زبان‌های برنامه‌نویسی شما قبل از وارد کردن اطلاعاتتون در اون یک وریبل باید نوع اون وریبل رو از قبل مشخص کنید. مثلا بگید که من یک متغیر به نام x میخوام که از نوع اینتیجر باشه، چرا که میخوام داخلش اطلاعاتی از نوع عددی اینتیجر رو بفرستم. اما داخل پایتون نیاز به چنین امری نیست و شما میتونید همون زمانی که یک متغیر رو تعریف کردید همان زمان هم اون رو مقداردهی بکنید. خب بیایید با یک مثال شروع بکنیم. من متغیر x رو تعریف میکنم و با گذاشتن دو نقطه میگم که این متغیر از نوع اینتیجر هست و با گذاشتن عملگر مساوی مقدار 10 رو به اون منتسب میکنم. توجه داشته باشید که هیچ فرقی نداره که ما اینها رو با همدیگه بچسبونیم یا بین اونها فاصله قرار بدیم و من صرفا به خاطر خانه‌تر شدن کدم این اصول رو رعایت میکنم. این مقداردهی هیچ تفاوتی نداره که من بیام و متغیر y رو تعریف بکنم و بلا فاصله عدد 12 رو به اون منتسب بکنم. هر دو یکسان هستند. در اینجا پایتون میفهمه که هم متغیر x و هم متغیر y هر دو متغیری از نوع اینتیجر هستند و هیچ تفاوتی بین نوع اونها قائل نمیشه. خب بریم سراغ سایر متغیرها. من در ادامه میخوام یک متغیر از نوع عدد اعشاری تعریف بکنم. خب y رو تعریف میکنم و عدد 13 رو داخل اون میریزم. این یک متغیر از نوع فلوت یا عدد اعشاری هست. خب در اینجا میبینیم که یک متغیر به نام y دو بار مقداردهی شده، یک بار 12 و یک بار 13.5. پایتون در این جور مواقع آخرین مقداری که به اون متغیر منتسب شده رو در نظر میگیره. یعنی الان در ذهن پایتون y برابر هست با 13.5 و نوع اون از نوع فلوت هستش و دیگر داخلش عدد 12 و اینتیجر نیست. متغیر بعدی که میخوایم تعریف کنیم متغیری از نوع استرینگ هست. من میام ابتدا یک نام برای متغیرمون انتخاب میکنم. اسمش رو میذارم name. با عملگر مساوی میام و عبارت آلیس رو داخل اون مقداردهی میکنم. توجه داشته باشید که هیچ فرقی نمیکنه من بیام از دابل کوتیشن استفاده بکنم یا اینکه نه بیام و از سینگل کوتیشن استفاده بکنم. هر دوی اینها درست هستند. در بالا من عبارتم رو داخل دابل کوتیشن گذاشتم و در عبارت پایینی داخل سینگل کوتیشن. هر دوی اینها یکسان هستند و پایتون هر دوی اینها رو به عنوان متغیری از نوع استرینگ میشناسه. منتها نیاز نیست من دوبار این کارو انجام بدم، همون دفعه اول برای من کافی هستش. نکته‌ای که باید به خاطر داشته باشید این هست که هر داده‌ای که داخل عبارت‌های سینگل کوتیشن یا دابل کوتیشن باشه توسط متغیر به عنوان یک استرینگ شناخته میشه. یعنی اگر من مقدار نیم رو برابر قرار بدم با فرضاً 225، اینجا دیگر 225 یک عدد اینتیجر نیست یا به عنوان مثال 22 ممیز نیم یک عدد فلوت نیست، بلکه هر دوی اینها به خاطر اینکه در میان دابل کوتیشن قرار گرفتن از نوع استرینگ شناخته میشن و پایتون اونها رو به عنوان استرینگ میشناسه. پیش از اینکه به سراغ متغیر بعدی برم من این عبارت رو پاک بکنم. متغیر بعدی که میخوایم آموزش ببینیم متغیری از نوع بولیان هست که میتونه مقادیر فالس یا ترو درون خودش جا بده. من متغیر دی رو تعریف میکنم و داخل اون مقادیر بولیان ترو رو قرار میدم یا متغیر سی رو در ادامه و مقادیر فالس رو در اون قرار میدم. خب یکم منظم بکنیم پروژه رو که داریم. گاهی وقتها نیاز هست ما برای اینکه توضیح و خوانایی کدمون بالا بره درون فایل برنامه‌مون یک سری توضیحات رو اضافه کنیم که به این توضیحات کامنت گفته میشه و داخل پایتون میتونیم اون عبارات رو بعد از هشتگ قرار بدیم. کلیه توضیحاتی که ما داخل همین سطر بعد از هشتگ مینویسیم به عنوان یک کامنت در نظر گرفته میشن و اجرا نمیشن. من میام و دونه بدونه آخر همه سطرهایی که میخوام کامنت بذارم این هشتگ رو اضافه میکنم و توضیحی که میخوام بعد از اون قرار بگیره رو قرار میدم. اینجا من میخوام نوع متغیرهام رو فقط تعریف کنم.
و داخل پایان هر سطر نوع متغیر رو فقط عنوان میکنم. خب من توضیحاتم رو اضافه کردم و به هر کدوم از این سطرها گفتم که اون متغیر از چه نوعی هست. خب حالا که انواع متغیرها رو آشنا شدیم، خوبه که یک سری قوانین در مورد نامگذاری اونها رو هم بدونیم. اسم متغیرها میتونه شامل تمامی حروف باشه به صورت بزرگ و کوچیک، همچنین میتونه شامل تمامی اعداد باشه و همچنین شما میتونید از آندرسکور استفاده بکنید. به جز این موارد شما نمیتونید از خیلی از موارد دیگه استفاده کنید، مثل علائم خاص مثل هشتگ، دلار ساین، به علاوه منها. همچنین توجه داشته باشید که نام متغیر شما نمیتونه با عدد شروع بشه. به همین خاطر اگه بخوام چند نام رو برای شما مثال بزنم از این قبیل هستن. متغیر می رو تعریف میکنم هر دو حروف کوچک هستن و اون رو برابر با اسکای میذارم. متغیر می رو تعریف میکنم که امش بزرگ است و اون رو قرار میدم با عبارت لند و در آخر همه حروف رو بزرگ در نظر میگیرم و اون رو قرار میدم برابر با سی. هر سه اینها با اینکه از حروف ام و ای درست شدن، اما چون حروف کوچک و بزرگ هستن، سه متغیر مجزا و متفاوت پایتون اونها رو در نظر میگیره. ادامه بدیم. ام2 رو در نظر میگیرم، این هم یک متغیر صحیح هستش و پایتون اون رو تشخیص میده. میتونم استفاده بکنم اولش آندرسکور بذارم، بعد اینجا هم به همین صورت یک متغیر مناسب هست. اما اگر متغیر من با یک عدد شروع بشه، متاسفانه اشتباه هست و پایتون اون رو به عنوان یک اشتباه در نظر میگیره. حالا که با انواع متغیرها و قواعد نامگذاری اونها آشنا شدیم، وقتش هست که برگردیم به تابع پرینت. اگه خاطرتون باشه در جلسه اول هم داشتیم. تابع پرینت تابعی بود که مقادیر رو که بهش میدادیم درون خروجی چاپ میکرد. در ادامه میریم تا این متغیری رو که الان نوشتیم به وسیله تابع پرینت در خروجیمون چاپ کنیم. در اولین اقدام متغیری که اشتباه هست رو پاک میکنیم و میریم که پرینت رو تایپ کنیم و اولین متغیرمون داخل خروجی نمایش بدیم. من میتونم انواع متغیرهایی که دارم رو داخل پرینت بنویسم. برای اینکه بخوام چند تا متغیر رو داخل خروجی بیارم نیاز هست که بعد از اونها کاما بذارم. پس می‌نویسم ام با حروف بزرگ، یک کاما میذارم، متغیر بعدیمو تعریف میکنم که ام هست، فقط امش بزرگ باشه و در آخر ام با حروف کوچیک. میریم که اینها رو داخل خروجی داشته باشیم. ترمینالم رو باز میکنم و اسم تابعم رو صدا میزنم. خب همونگونه که میبینید برای من عبارات سی، لند و اسکای اجرا میشه. با اینکه این سه متغیر به لحاظ نام یکسان بودن و فقط حروف بزرگ و کوچک اونها متفاوت بود، دیدیم که خروجی های متفاوتی برای من چاپ شدن. من میتونم حتی یک متن رو هم بدون اینکه داخل متغیر بذارم با خود پرینت چاپ کنم. کافی هست پرینت رو بنویسم، پرانتز رو بسته کنم و دابل کوتیشن رو بذارم و اون عبارت رو که میخوام بنویسم. به عنوان مثال این عبارت رو و مجددا اجرا بکنم. میبینید که در زیر عبارت سی، لند، اسکای پرینت دوم من چاپ شد و مقادیر شاوی بود که داخل خود پرینت تعریف شده بود. من میتونم داخل همین پرینت باز هم با گذاشتن یک کاما یک عبارت جدید بنویسم. اینجا فرضاً میخوام سی رو بنویسم. همونجور که میبینید سی یک متغیر از نوع بولیان بود که مقادیرش فالس بود. باز هم برنامه رو اجرا میکنم و میبینید که بعد از this is a false نوشته شده که عبارت سی من در این قسمت هست. میتونید داخل پرینت برای اینکه یکی از متغیرهاتون رو داخل رشته تعریف بکنید قبل از دابل کوتیشن یک اف بذارید. من الان میتونم خود مقادیر بالا رو به این صورت بنویسم this is a و اینجا میخوام یک متغیر رو داخل دابل کوتیشن قرار بدم. کافی هست که بیام آکولات رو واژه بسته بکنم و متغیر خودم رو بذارم. اینجا متغیر m2 رو میذارم. توجه داشته باشید که درست هست من m2 رو داخل دابل کوتیشن قرار دادم this is a، اما چون این آکولات رو گذاشتم و قبلش اومدم از f استفاده کردم، پایتون میدونه که این m2 رو بعد به عنوان یک متغیر ببینه و مقادیرش رو چاپ کنه. نگاه بکنیم خروجی میبینید this is 32 عدد 32 برای من چاپ شد. اگه من بیام و همین چیز رو که دارم الان f رو از اینجا بردارم و دوباره اون رو چاپ کنم، میبینید عین متنی که نوشته شده برای من چاپ شد. یعنی آکولات باز m اندرسکور تو آکولات بسته، اما داخل عبارت بالایی this is 32 برای من چاپ شد. چرا؟ چون من از f قبل از متنم استفاده کردم. و تمام. ممنونم که تا اینجای آموزش پرینت و وریبل ها همراه من بودید و خوشحال میشم برای آموزش های بیشتر کانال رو سابسکرایب کنید.